سلام، برجام چه اتفاقی افتاد؟ خلاصه میگم. فکر کنید یه ماشینی دارید، پسر خونه میگه آقا من این ماشین رو میخوام بفروشم، میگه خب برو بفروش. میره میفروشه، بر اساس چند تا چک میفروشه. بعد میگه آقا جان چرا ماشین رو چکی فروختی؟ میگه آقا جان من فروختم، همین هم نمیتونی شما انجام بدید. خب خدا رو شکر تو فروختی. میگه خب حالا چکا کی پاس میشه؟ میگه اول ما ماشین رو تحویل بدیم. ماشین رو تحویل میده. میگه آقا جان اول چکا پاس میشه؟ میگه نه ماشین باید تحویل بدیم، اونا بلدن. میگه خب باش. ماشین رو تحویل میده، چکا پاس نمیشه. موعد آخرین چک که میرسه، طرف قرارداد میگه آقا من میخوام فسخش کنم. میگه آقا یعنی چی؟ ماشین دو رنگ شده، تصادف کردی، خراب شده. میگه نه آقا جان من میخوام فسخ کنم بر اساس خود قولنامه. میگه قولنامه رو نگاه کن، میبینید آقا یه بندی داره که آقا به هر دلیلی یکی اعتراض بکنه باید ماشین تحویل گرفته بشه به همون شکل و پولا هم پس داده بشه، چکام پس داده بشه.